دوستان عزیز، گزارش مستقیم خویش رو از ورزشگاه مرکزی شهر حصار از بازی میانی منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان ادامه میدیم. گفتیم که هندوستان الکی بازی دوم دوستان را برگزار میکند. برای قرقیزستان این اولین بازی است و بعدا قرقیزستان با دسته ما تاجیکستان بازی نوبتی را دایر میکند و برای هندوستان باشد بازی ها اینجا جنبست میگردد. البته وخوری دوستانه پیش از همه برگزاری چنین وخوری دوستانه این یک مرحله آمادگی با بازی انتخابی جام آسیا محسوب می شود که آنجا منتخب‌های تا 23 ساله شرکت می‌ورزند و الکی حریفان این منتخب‌ها معین گردیده است که در ادامه گزارش خویش من به شما البته آنها را آشنا خواهم کرد. دسته هندوستان در بازی در برابر مقابل تاجیکستان در ورزشگاه تالکو آرینا در ترسونزاده چند روز پیش روزی 18 بود بازی دسته. بسیار یک بازی خوب و سازگار داشت و آنجا دسته تو نزدیک بود که پیروزی به دست آورد، اما بازیگران دسته ما توانستند که در لحظه آخری بازی با دو پرتافت گل‌آوری که ابوبکر سلیمانوف آنجا از حیث ذخیره‌ای به میدان برآمده انجام داد کامبک کنند و با حساب 3-2 موفقیت به دست آورند. اکنون امروز بازیگران دسته هندوستان با قرقیزستان بازی خواهند کرد و می‌بینیم که اینجا آنها امروز مقابل این دسته چگونه بازی خواهند کرد و نتیجه امروز چگونه خواهد بود. البته آنها بازی گذشته خود را در تالکو آرینا برگزار کردند در شهر ترسونزاده و اکنون امروز بازی خود را در ورزشگاه مرکزی شهر حصار الکی باز در ورزشگاه دیگر دایر میکنند که شاید تا جای برای آنها هیچ تاثیر نیز نگذارد، چون که الکی آنها یک بازی کردند با بود و هوا و با ورزشگاه کشوری ما آشنا گردیدند و امروز میبینیم که مقابل قرقیزستان اکنون چگونه بازی خواهند کرد. همه چیز برای آغاز بازی آماده است. تماشابینان عزیز منتظر صدای داور اساسی بازی میگردیم تا صدای رو بلند کند و بازی میانی منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان نیز اینجا اکنون آغاز شود. روز 24 دسته المپیک تاجیکستان با دسته قرقیزستان بازی میکند و این بازی نیز در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. بازی میان منتخب‌های المپیک تاجیکستان و قرقیزستان را در نظر دارم. بازیگران دسته هندوستان آمدند که از مرکز میدان بازی را شروع کنند. داور اساسی امروزه عبدالله دولتوف است که ما منتظر صدای او میشویم تا صدای را بلند کند و بازی میانی منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان نیز آغاز شود. بله، داور صدای را بلند کند و بازیگران دسته هندوستان از مرکز میدان بازی را آغاز میکنند. به تماشابینان عزیز با هیئت دسته متوجه میشویم. آغاز میکنیم از هیئت دسته هندوستان. در دروازه تحت رقم 13 سهیل است. دیگر بازیگران رقم 19 ابهیشک سینگ، رقم 2 نیکهیل برلا، رقم 6 بیکاش یومنام کاپیتان دسته، رقم 4 پرامویر، رقم 17 پانای لال رمتولوانگا، رقم 16 ویبین موهانان، 22 شیوالو چینگاک بابام، رقم 8 سینگ کوروو، 18 محمد ایمان، 11 پارزی سونی. سرمربی دسته باشد موسی نوشاد. هیئت دسته قرقیزستان چنین است. در دروازه بازی میکند رقم 1 سلطان چومویف. دیگر بازیگران این دسته رقم 4 کاپیتان دسته سعید داتسیف، رقم 2 براوزمان خریستیان، رقم 17 ارسلان بکبردینوف، رقم 8 میرلان بکبردینوف، رقم 10 ارسن شارشنبکوف، رقم 22 یرمک کنجبایف، 12 بکیور کوچکنبایف، رقم 9 نوربول باکتیوبکوف، 20 مرلن مرزخیماتوف، 23 باشد اینجا یربول عبدو جاپاروف است. سرمربی این دسته
эдмар мебошад. даварони бозии имрӯза давари асосӣ абдулло давлатов аз тоҷикистон, ҳама даварон ман аз кишвари мо ҳастанд, дар каналҳо ба кӯмак мекунанд. вафо қараев ва ғайрат рӯзибоев, давари чаҳорум бошад амирҷон хоркашев аст, шораи шумо бошад ман фаридун сафарзода ҳастам. бо ту банд бозигарони дастаи ҳиндустон мебинем ки онҳо дар оғози рақобат кӯшиш карда исторанд ки бештар тубро дар ихтиёри хеш нигоҳ доранд. тубро бои хуби бозигарони дастаи қирғизистон тавассути канори шаб ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда мешавад. фурсат ҳаст барои қирғизҳо. бед мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо капитани дастаи ҳиндустон талош кард ки тубро зада дур кунад. дар назди пӯи ербол абдужапаров муваффақ ҳам гардид. ҳало зуд аз ав тубро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи қирғизистон. фурсат ҳам пайдо мешавад. зарба иҷро карда шуд аз ҷониби мирлан бекбердинов, аммо мебинем ки зарбаи задаи ӯ андаке баландтар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. ба ин аввалин зарбаи бозигарони дастаи қирғизистон ҷониби дарвозаи ҳиндустон мебошад. дубравои хуби бозигарони дастаи қирғизистон бисёр ҳам хуб. инҷо ақибнишинӣ мекунанд. дар бозие ки дастаи мо муқобили ҳиндустон дошт, онҷо гуфтем ки бо ҳисоби 3-2 бозӣ дар варзишгоҳи Талко Арена ҷамъбаст гардид. голҳои мунтахаби моро Ансор Ҳабибов ва Муҳаммад Иқбол Давлатов ва Муҳаммад Али Азизбоев ба самар расониданд. ва гуфтем ки ду паси головарро Абубакр Сулаймонов онҷо анҷом дод. бозигари дастаи вахши аз сайти захиравӣ ба майдон омад ва тавонист ки ду паси головар анҷом бидиҳад. аз сайти ҳиндустон бошад онҷо Баҳат ва ҳамчунин Сунил Четри муаллифи голҳо гардиданд. ва ҳамчунин яке аз бозигарони дигари ин тим ки Четри ном дорад корти сурх гирифт ва имрӯз наметавонад дар ин бозӣ ба тими худ кӯмак кунад. имрӯз зарати асосӣ ҳоло дар майдон аст. Ҷозеф Суни ё худ Сунил Четри, бозигаре ки голи дуюми дастаи ҳиндустонро ба самар расонида буд. ва мебинем ки имрӯз низ ӯ метавонад ба дарвозаи қирғизистон гол занад ё на. дастаи ҳиндустон, тамошобинони азиз, дар бозии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои то 23 сола бо дастаҳои Баҳрайн, Қатар ва Бруней бозӣ мекунад ки шомили гурӯҳи H мебошад. танҳо як даста ки зини аввалро ишғол мекунад метавонад мустақим ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё миёни дастаи то 23 сола роҳ ёбад ва дастае ки дар зини дуюм мавқеъ мегирад онҷо баъдан аз ҳисоби голҳо ва дигар чизҳо ба қайд гирифта шуда се дастаи дигари беҳтар метавонанд ки роҳи худро ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 миёни мунтахабҳои то 23 сола ҳамвор кунанд. дастаи мо Тоҷикистон бошад. онҷо тамошобинони азиз шомили гурӯҳи К мебошад, якҷоя бо Филиппин, бо Сурия ва бо Непал. ва бибинед ки 4 дастае ки дар мавқеъҳои дуюм ҷой мегиранд, яъне бо натиҷаҳои беҳтар. пас ин 4 даста низ дар қатори дастаҳое ки дар гурӯҳҳои зинаи аввалро ишғол мекунанд метавонанд ки роҳи худро ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 миёни мунтахабҳои то 23 сола ҳамвор кунанд ки бозии интихобӣ моҳи сентябр оғоз мешавад. дастаи қирғизистон бошад дар гурӯҳи И, якҷоя бо Узбекистон, Фаластин ва Шри-Ланка аст. бисёрам гурӯҳи мушкил. гузар барои
منتخب المپیک قرقیزستان که اونجا البته ازبکستان هیئت بسیار هم خوب دارد و فلسطین نیز میتواند در این برابر مشکل ایجاد کند در برابر ازبکستان و قرقیزستان. شریلانکا باشد البته نه چندان هیئت مکمل تر دارد، یعنی میتوانند که آنجا از زمره مدعیان محسوب نشود. با من خاطر بازی که حالا منتخب برگزار کرده استند بازی دوستانه که راه اندازی میکنن، این یک مرحله آمادگی با بازی انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخبای تا 23 ساله محسوب میشود و این میتواند که باز هم آمادگی بازیگران را خوبتر و بهتر کند، باز هم توجه مربی ها از آن اشتباهی که بازیگران در این گونه بازی سنجشی انجام میدن از آنها بهره ور گردند، آنها را توانند که برطرف کنند و با بازی مرحله انتخابی که علاقه ماه سپتامبر آغاز می شود با یک تیاری جدی با میدان برآیند، چون که آنجا یک دسته میتواند به قسم نهایی رود و یک اشتباه و یا از دست دادن یک امتیاز میتواند که حتی آنجا تقدیر هر کدام از منتخب‌ها را در مرحله گروهی حل و فصل کند. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان، اینجا موفق نمی شوند. فشار آورده استند بازیگران دسته قرقیزستان. جام آسیا 2026 میان منتخب‌های تا 23 ساله تماشاچیان عزیز از 7 تا 25 ژانویه میان 16 دسته در کشور عربستان سعودی برگزار می‌گردد. در آخرین مسابقه که سال 2024 بود میان منتخب‌های المپیک که آنجا ژاپن عنوان قهرمانی را به دست آورد، ازبکستان باشد با گرفتن نشانه نقره دست یافت، عراق سوم شد، اندونزیا باشد چهارم. مسابقه در قطر برگزار شده بود از 15 اپریل تا 3 می سال 2024. ازبکستان که در یک گروه با دسته قرقیزستان است گفتم فینالیستی مسابقه قبلی میان منتخب المپیک محسوب می شود و در عموم آنجا دسته تاجیکستان نیز اشتراک کرد. برای دسته ما این دومین اشتراک در این مسابقه محسوب میشد. نه هندوستان نه قرقیزستان باشد در مسابقه جام آسیا قبلی در این سن و سال اشتراک نکرده بودند. دسته ما باشد در یک گروه با عراق، عربستان سعودی و تایلند بود و ما نتوانستیم که از گروه به دور بعدی راه یابیم. مسابقه نوبتی جام آسیا در این سن و سال 2028 برگزار می‌گردد. یعنی هر دو سال در این سن و سال کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه را برگزار می‌کند و البته دسته‌ای که می‌توانند در مسابقه جام آسیا تا به مرحله نیم نهایی فینالی رسند، پس آنها حتی راحتی اشتراک در مسابقه جام جهانی را نیز در این سن و سال پیدا می‌کنند و همچنین آنجا دسته‌ها می‌توانند که در نوبت خود راحتی اشتراک در بازی المپیک را نیز صاحب گردند، چون که در بازی المپیک محض منتخب‌های المپیک شرکت می‌ورزند و ازبکستان از میان دسته‌ای که گفتیم با قرقیزستان در یک گروه است در بازی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در این سن و سال در بازی المپیک اشتراک کرده بود. در بازی المپیک سال 2024 با آن نشان داده که آنها در جام آسیا داشتند و فینال برآمدند و از فینال از ژاپن مغلوب شده بودند. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان، اینجا موفق نمی شوند. منتخب المپیک هندوستان قبل از آنه که از تاجیکستان شکست خورد در بازی دوستانه، همچنین از این پیش آنها یک چند بازی دوستانه دیگر داشتند که
مثلا دو بازی که با مالایزیا داشتن، یکی با حساب 2-1 شکست خوردن، دیگری رو باشد با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه بخشیدن. در این میان باخت از عربستان سعودی بود در بازی آسیایی در مرحله پلی آف که اونجا دسته هندوستان اشتراک کرده بود و دسته توانست که از گروه به دور بعدی رود. در بازی اول از چین با حساب 5-1 شکست خورد، بعد آنها بنگلادش را شکست دادند با حساب 1-0. در این میان مساوی با میانمار بود و در مرحله پلی آف باشد از عربستان سعودی شکست خورده، از ادامه مسابقه بی‌نصیب مانده بود. سال 2023 باشد در بازی مرحله انتخابی جام آسیا که اونجا دسته نتوانست گفتیم از گروه به دور بعدی رود. سال 2024 مسابقه در قطر صورت گرفته بود. در یک گروه با چین و امارات متحده عرب بود که در هر دو بازی ناکام گردید. از چین با حساب 2-1 و از امارات متحده عرب باشد با حساب 3-0 شکست خورده است دسته هندوستان. سال 2019 نیز هندوستان با تاجیکستان بازی کرده بود و اونجا با حساب 2-0 شکست خورده بود در دوره بازی انتخابی جام آسیا در همین سن و سال. اولین ضربه کنجی در واخر امروزه به فایده دسته هندوستان بود. با بازیگذاری تو به بازی در آورده شد. حالا باید متوجه میشیم که همین فرصت رو چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته هندوستان. اینجا از دو دفاعگری دسته قرقیزستان میگذرد، ضربه نیز اجرا کرده میشود. امکانیت هست برای بازیگران دسته هندوستان اما موفق نمیشوند. فشار بیشتر میشود از جانب هندوها و بازیگران دسته قرقیزستان نیز اکنون میتوانند که توپ را زده در نزد جریمه خود دور کنند و زود به هجوم جوابی گذارند. بسیار هم خوب با سرعت بلند به پیش میرود. اینجا ایربال اما داور صدا شکش رو بلند میکند و اشاره میکند که اینجا ایربال عبدالجبارов قاعده بازی رو ویران کرده است. قرقیزستان قبل از همین بازی روز 9 میون یک بازی دوستانه با همسالان خود از ازبکستان دایر کرده بود که با حساب 3-1 شکست خورد. همچنین آنها از یک بازی دیگری که بود با قزلخم با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردند در یک دوره بازی دوستانه که 11 فوریه سال 2024 برگزار شده بود. در این میان دسته قرقیزستان نیز در بازی آسیایی اشتراک کرده بود. در گروه آنها توانستند که برآیند به دور پلی آف روند و دسته یک پیروزی داشت که آنها با تایوان با حساب 4-1 بود. در این میان دو باخت از کره شمالی و اندونزیا نیز بود، اما کره جنوبی دسته رو در مرحله پلی آف شکست داده بود. سال 2023 در بازی انتخابی باشد دسته قرقیزستان از قطر از کره جنوبی شکست خورد و با میانمار مساوی کرد که این کفالت نبود تا این دسته به قسم نهایی مسابقه روی خود را هموار کند. و میبینیم که اکنون در مسابقه نوبتی جام آسیا یا منتخب المپیک قرقیزستان میتواند که به قسم نهایی راه یابد یا نه. البته در قرقیزستان نیز فوتبال در حال رشد است و ما دیدیم که منتخب بزرگسالان این تیم در بازی مرحله سوم انتخابی جام جهان چگونه خوب برآمد کرد. حتی آنها با قطر مساوی کردند و گرچه که دسته نتوانست به بازی نهایی جام جهان راه یابد به مانند ازبکستان و یا به بازی انتخابی مرحله چهارم، اما بسیار هم بازی خوب و شایسته داشت دسته قرقیزستان. هندوستان باشد البته اونجا در این کشور فوتبال ورزش رقم یک نیست چون که اونا بیشتر به کریکت مایل دارن، اما میبینیم که این دسته در بازی که مقابل تاجیکستان داشت بسیار یک بازی خوب نشان داد و توانست که 2 گل به دروازه دسته ما زند و امروز نیز میبینیم که در برابر دسته قرقیزستان بر این دسته که البته نه چندان حیاتی ضعیف دارد بسیار یک بازی خوب نشان داده است. منتخب المپیک قرقیزستان باری هم در تاریخ خود در بازی المپیک اشتراک نکرده است.
قبلا тамошобинон азиз мунтахабҳои олимпии қирғизистон ва ҳиндустон як бозии дӯстона доштанд. Як бозӣ дар марҳилаи интихобии ҷомеи осиё доштанд соли 2021 моҳи октябр ва дар он ҷо ғолиб муайян нагардидааст. Бозӣ дастҳо бидуни гол 0-0 хотима ёфта будааст. ин бозӣ дуюми ин ду даста маҳсуб мешавад. дар аввалин бозие ки буд ҳар ду даста ба дарвоза якдигар гол зада натавонистанд. имрӯз мебошад мебинем ки оё онҳо метавонанд ба дарвоза якдигар гол зананд ё на. ва агар мо ба 10 бозии охири ҳам мунтахаби олимпии қирғизистон ҳам мунтахаби олимпии ҳиндустон назар афканем, бубинед дастаи қирғизистон дар 10 бозии охир 9 гол ба дарвозаи рақибон зада, 2 ғалаба, 1 мусовӣ ва 7 бохт дорад. ғалаба муқобили Кизилқум ва муқобили Тайван аст. 1 мусовӣ бошад муқобили Мянма маҳсуб мешавад. Дигар даста дар дигар бозие ки баргузор кардааст шикаст хӯрдааст. ва бисёрам як омори бад барои ин даста маҳсуб мешавад. дастаи ҳиндустон бошад дар 10 бозии охири худ 8 гол ба дарвозаи рақибон зада, 1 ғалаба, 3 мусовӣ ва 6 бохт дорад. ғалабаи ҳиндустон муқобили Бангладеш аст. мусовиҳо бошад муқобили Малайзия, муқобили Мянма ва муқобили Қирғизистон. аввалин зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи қирғизистон акнун инҷо кор карда мешавад. ҳиндустон аллакай як зарбаи кунҷӣ дошт. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба аввалин зарбаи кунҷӣ ки бозигарони дастаи қирғизистон кор карданд. аз канори рости майдон акнун онро иҷро мекунад Кенжебабаев. партоб иҷро карда шуд аммо баландтар ва касе наметавонад ки инҷо ба тӯб берасад. дарвозабони дастаи ҳиндустон акнун аз дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. Шил Пуния. тавсии канори чап кӯшиши навбатии бозигарони дастаи қирғизистон фурсат пайдо мешавад, аммо инҷо дурусттар пас дода намешавад ва ба мин хотир акнун боз ҳам дарвозабони дастаи ҳиндустон Шил Пуния аз дарвоза тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. Султан дарвозабони дастаи Қирғизистон зуд инҷо акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. фишор бештар шуда истодааст аз ҷониби дастаи Ҳиндустон.
شیل پسیو با سمتی سینگ دیگر برا با تو بس حالا اینجا شیل پونه با هجوم گذران بازیگران دسته هندوستان فرصت پیدا میشد با یک پایغش اینجا میخواهند بازیگران دسته قرقیزستان صد روی هجومی دسته هندوستان شوند اما چنین نمیشود با تو بس حالا اینجا گویی و اکنون اینجا موفق نمیگردد پرزیب ساندار گوگوی Спокойно, уходи. Стоит, поднимай, сюда, сюда, иди сюда. Да, все, по местам. Вот. Все, спокойно. Двигай, Крис, спокойно. Спокойно сюда, да. اولین کارت زرد از جیب عبدالله دولت بیرون کرده می شود و این نه به بازیگر بلکه به یک از تعدادی مربیان دسته هندوستان نشان داده می شود که لکه بوری دیو می شود به داوران اقلکی می کند. پس از همین فرصتی که بود می بینیم که چیزی گفت یاردمچی سرمربی دسته هندوستان و داور نیز مجبور شد که با کارت زرد نشان می‌دهد. توسط کنار راست هجومی دسته هندوستان با تو باز اینجا فنای پسی به قفا یمنان کاپیتان دسته پونیا ضربه شیل پونیا دوباره با خوبی بازیگران دسته قرقیزستان اکنون آنها کوشش میکنند که به هجوم گذارند و برطرف کرده می شود از جانب بازیگران دسته هندوستان. الکی 25 دقیقه بازی پسی سر شد و تا هنوز در بازی میان منتخب المپیک قرقیزستان و هندوستان حساب شده نشده است. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته هندوستان توسط کنار چپ اینجا کوشش بازیگران دسته هندوستان به متوجه میشیم و اینجا پس داده می شود پرتاب نیز کرده می شود و برطرف میکنند بازیگران دسته قرقیزستان. ببینید در همین فرصت چگونه ایمن و همچنین سینگ هجوم دسته را راه اندازی کردند. بسیار یک فرصتی خوب بود. ایمن بعداً پسیو به سمتی مهنن و در این میان سینگ نیز پیوست می شود و تو باشد ترک میدان کرد. بر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته هندوستان و این دومین ضربه کنجی آنها در واخوری امروز است. باید متوجه بشیم که چگونه ضربه دومی کنجی خود را اجرا میکنند بازیگران دسته هندوستان. اولین ضربه کنجی را با بازیگزاری اجرا کرده بودند. این بعد میبینیم که پرتاب به داخل جریمه کرده می شود. نه باز هم با بازیگزاری فرصت هست برای بازیگران دسته هندوستان. پرتاب از جانب سینگ به داخل جریمه ضربه با سر اجرا کرده می شود و سیف عالی از جانب سلطان چامایف دروازه‌بان دسته قرقیزستان. بسیار یک فرصتی خوب بود برای بازیگران دسته هندوستان. نزدیک بودند که حساب را کشوند. ببینید که چگونه از همین فرصت از همین بازیگزاری که بود پرتاب به داخل جریمه کرده شد از جانب سینگ و کاپیتان دسته با سر اینجا ضربه میزند. بیکاش یومام و دروازه‌بان دسته قرقیزستان باشد اونجا توانست که با سیف عالی خود دروازه‌اش را از گل می نگاه دارد. بسیار خوب بازی کرده ایستادند بازیگران دسته هندوستان.
کوشش نوبتی بازیگران دسته هندوستان. موج حمله دیگر این تیم الان ادامه میکند. فرصت هست برای بازیگران دسته هندوستان و برطرف میکنند دفاعگران دسته قرقیزستان در همین فرصت. حالا اینجا نافهمی نیز میانی بازیگران سر میزند. کاپیتان هر دو دسته با هم دیگر در میافتند و اینجا اکنون باز هم دستی دوستی میدین. این بازی رفیقانه است، بازی دوستانه است و نباید چنین نافهمی نیز باشد. حالا باز هم اینجا نافهمی سر میزند میانی بازیگران هر دو تیم و نزدیک است که به خرخشه کلان نیز برده رساند. بریم توجه میشیم که پس از کدام حالت اینجا به میان آمد. پس از همین فرصتی که بازیگری دسته قرقیزستان بکبردینوف مقابل یومنان قاعده بازی را ویران کرد و بعداً خست آن سخنی که بازیگر هندوستان به او گفت آنها را در افتاند و حالا میبینیم که اکنون داور چی قضاوت خواهد کرد. پس از همین قاعده ویران کنه که بود حالا با کاپیتان هر دو دسته است. پس از همین حالتایی که بود قراری نهایی چگونه خواهد بود. حالا هر دو بازیگری که اینجا همین خرخشه را آغاز کردن عبدالله دولتوف به نزد خود میخواند کاپیتان دسته هندوستان و همچنین بازیگر دسته قرقیزستان میرلان بکبردینوف. در برابر میرلان همچنین ارسلان بکبردینوف نیز در هیئت دسته قرقیزستان هست تحت رقم 17 که حالا در نزد داور او نیز است و شاید برادر و یکی از خویشاوندان میرلان باشد که او نیز پس از آنی که با کاپیتان دسته هندوستان گویم بکبردینوف در افتاد او نیز زود به این نیزو همراه شد و با این ترتیب دیگر بازیگران نیز همراه شدند و نزدیک بود که با یک نیزو نیز اینجا بازیگران هر دو تیم آغاز کنند، اما داور زود آنها را آرام کرد و حالا میبینیم که اکنون یگان آگاهی نشان میدهد به این بازیگران یا نه. آگاهی نشان نمیدهد اینجا عبدالله دولتوف کارهای فرماندهی را انجام میدهد و اکنون بازی ادامه میکند میان منتخب المپی قرقیزستان و هندوستان. از اوت به بازی درآورده می شود. رو داشته می گیرد سلطان چومایف دروازه‌بان دسته منتخب المپی قرقیزستان. فشار بیشتر شده است از جانب دسته المپی هندوستان و حتی در چند فرصت آنها نزدیک بودند که توپ را به دروازه قرقیزستان روان کنند. از اوت توپ را به بازی می‌دارد اینجا سعید تاتسیف کاپیتان دسته قرقیزستان. توپ را به خوبی بازیگران دسته هندوستان بسیار فعال بود در همین فرصت. پرامویر توپ از میدان بیرون می‌شود. اینجا هم دیگر را درست طرف نکردند بازیگران دسته قرقیزستان، مخصوصا نوربول پاتیوبکوف. حالا از اوت توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته هندوستان.
بسیار خوب. اینجا کوشش کرده استند که بیشتر توپ در اختیار خود نگاه دارند بازیگران دسته هندوستان و هجوم را راهاندازی کنند و تا همین لحظه نیز فیصد اداره کنی توپ نسبت به بازیگران دسته قرقیزستان به فایده هندوستان است. می‌بینیم که چگونه آنها فشار بیشتر آورده استند، چگونه امکانات نیز هست و دیده استیم که بازیگران دسته قرقیزستان اینجا عقب نشینی نیز کرده استند. توپ را داشته میگیرد اینجا سلطان چومویف دروازه‌بان دسته المپیک قرقیزستان. هجوم دسته قرقیزستان توسط کنار شب بسیار هم خوب. باید متوجه میشن به همین حمله که دارن حالا سفید پوشوی قرقیز برطرف میکنن اینجا دفاعگران دسته هندوستان. توپ را با دیگر باره بازیگران دسته قرقیزستان توسط کنار شب باز هم کوشش آنها ادامه میکند و بسیار هم خوب بازی میکند. اینجا اکنون ضد ارمک کنجبایف بازیگر دسته هندوستان و توپ را نیز به هم دسته خود برمیگرداند اینجا فانای. کارت زرد اینجا از جبهه عبدالله دلاوت بیرون کرده می شود و به بازیگر دسته قرقیزستان نشان داده می شود. پس از آن حالتی که مقابل بازیگر دسته هندوستان قاعده بازی رو بسیار هم دقیقانه بیان کرد. این بازیگر ارمک کنجبایف است. ببینید که چگونه قاعده بازی رو بیان کرده است مقابل پرزیب ساندار گوگوی. توپ را به خوبی بازیگران دسته هندوستان باید متوجه میشن به همین فرصت امکانی زدن ضربه است. ضربه هم اجرا کرده بشود و میتواند که اینجا باز هم سلطان چومویف دروازه‌بان دسته قرقیزستان یک سه فعالی انجام میدهد. موج دیگر هجومی دسته هندوستان ادامه میکند. فرصت هست برای بازیگران دسته هندوستان. ببینید که چگونه با پاس‌های کوتاه خوب به پیش میروند و اینجا اکنون توپ را صاحب میشوند بازیگران دسته قرقیزستان.
توسط کنار چپ بیشتری هجوم‌های دسته قرقیزستان را اندازی شده است. امکانیت هست ضربه نیز اجرا کرده می شود و اینجا صدگذاری از جانب دفاعگران دسته هندوستان بود و توانستند که همین حالت رو برطرف کنند. توپ را با دیگر بار بازیگران دسته قرقیزستان توسط کنار راست هجوم دسته اینجا تا به آخری دوام نمی‌کند بلکه موفق می‌شوند دفاعگران دسته هندوستان تا توپ را زده دور کنند در نزد پای نوربول باکتیوبکوف. فشار می‌آورند بازیگران دسته قرقیزستان. پورا اکنون در نیمه میدان خود هستند بازیگران دسته هندوستان. Просто, Крис! Проще играй! پس به کنار راستی میدان با تو بحث حالا اینجا نوربول اشتباه میکنه. نوربول درست ارتب رو به کاپیتان سعید پس داده نمیتواند. اکنون اینجا کوشش میکنند که بازیگران دسته هندوستان به نیمه میدان دسته قرقیزستان گذرند و حمله خود را ادامه دهند. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است و باز همونجا دقیقه وانموده داور نیز خواهد بود. لابد متوجه میشن به همین فرصتی که دارند بازیگران دسته قرقیزستان. امکانیت هم هست و توپ را داشته نمیتواند. اینجا در اولین فرصت ایربول عبدالجبارов هجوم دسته هندوستان توسط کنار چپ و اینجا اکنون توپ را صاحب میشوند بازیگران دسته قرقیزستان. تا به آخر هجوم خود را اندازی کرده نتوانستند بازیگران دسته هندوستان. باید به همین فرصت متوجه میشیم که چگونه تا به آخر هجوم را اندازی کرده نتوانست بازیگر دسته هندوستان. شیوالدو در برابر او بسیار هم خوب بازی میکند ارسلان بکبردینوف، اما ضربه جریمه است چون که قاعده بازی را ویران کرد. گرچه که صدر هجوم دسته هندوستان شد، حالا فرصت نیز دارند بازیگران دسته هندوستان دیگر باره از همین موقع
تا موفق میکردند. بریم متوجه میشیم اکنون. داور اجازه میدهد. پرتاب یا ضربه مستقیم. حالا سه بازیگر دست هندوستان در نزدیک توپ هستند. موقعیت میگیرد سلطان چومویف دروازه‌بان دست قرقیزستان. ضربه مستقیم اجرا کرده می شود و برطرف میکند اینجا دروازه‌بان منتخب المپی قرقیزستان. ضربه کنجی نوبتی به فایده دست هندوستان است. باید متوجه میشیم به ضربه کنجی بازیگران دست هندوستان. ضربه سمی کنجی به فایده دست هندوستان است. این نوبت مستقیم پرتاب به داخل جریمه گو کرده می شود. ضربه بسیار اجرا کرده می شود اما اندک بلندتر از سری دروازه. بسیار یک فرصتی خوب بود اینجا برای پرامویر اما موفق نگردید. در چند ضربه کنجی که داشتند قبلا بازیگران هندوستان با بازیگذاری توپ را به بازی می درآوردند و این نوبت ببینید که چگونه از پرتاب مستقیمی که بعد داخل جریمه گو بود یک فرصتی خوب پیدا می شود برای بازیگران دسته هندوستان. متوجه میشم که چند دقیقه به قسم اولی بازی ضم کرده می شود از جانب داوران تاجیک. فرصت پیدا می شود برای بازیگران هندوستان و بسیار خوب اینجا کاپیتان دست قرقیزستان بازی می کند و این حالت رو برطرف. و میبینیم که داور اینجا به قسم اولی بازی یگان دقیقه ضم نمی کند، صدای شکش رو بلند می کند و با این ترتیب بازی میان منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان در قسم اول بدون گل خاتمه می‌یابد. تنفس می‌کنیم و پس از چند لحظه باز به نیمه دوم بازی به ورزشگاه مرکزی شهریسور برمیگردیم. ما رو همراهی کنید.
на мяч. Чуть-чуть раньше. Нет, да? Зря, все. Вон так. Я здесь. Найди меня. Отлично, чуть-чуть. Оп! Все, напали спокойно. А играть чемпионата была? А? Чемпионат. Что не умотал-то? Те ребята, которые мы думаем, что будут играть в первый тайм, сейчас они выйдут. Said! Yes, Said! Yes, Said! Said da Faruk'u. دوستان عزیز به قسم دومی بازی میان منتخب‌های قرقیزستان و هندوستان برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر ایسار و اینجا می‌بینیم که تغییرات در هیئت دسته هندوستان انجام داده می‌شود و یک چند بازیگر اینجا به میدان میبرند از هیئت دسته هندوستان، از جمله ژوزپ سونی، همچنین سنان و بیسواس. بر صورت حالا من این تغییرات رو بازم برای شما خواهم گفت. تا حالا باشد یادآور میشم که در قسم اول هر دو دسته یک بازی بسیار هم خوب نشان دادند، مخصوصا بازیگران دسته هندوستان نسبت به بازیگران قرقیزستان در میدان فاول و امکانیت‌های خوبی گلزنی داشتند و از آن فرصت‌هایی که بود ما بیشتر سیف اولی در زبان دسته قرقیزستان را دیدیم که دو سیف اولی انجام داد. سلطان چومایف و ماس همین سیفه بودند که توپ به دروازه قرقیزستان وارد نشد. اکنون در قسم دوم می‌بینیم که پس از آن تغییراتی که هندوستان در آغاز نیمه دوم در هیئت انجام داد و قرقیزستان مشاهد چگونه بازی رو اندازی میکند و حساب اکنون در 45 دقیقه باقی مانده چگونه خواهد بود. حالا باشد به تماشاچیان عزیز به هیئت هر دو دسته و در نیمه دوم بازی متوجه میشیم. آغاز میکنیم از هیئت دسته قرقیزستان. در دروازه رقم 1 سلطان چومایف، دیگر بازیگران رقم 4 سعید داتسیف، رقم 2 براوزمن کریستیان، رقم 17 ارسلان بکبردینوف، رقم 8 میرلند بکبردینوف، رقم 10 ارسن شاشنبکوف، رقم 22 یرمک کنجبایف، 12 بکیور کوچکنبایف، رقم 9 نوربول بختیبکوف، رقم 20 مارلن مرزخماتوف، رقم 23 باشد ایربول عبدوشپاروف، سرمربی دسته باشد ادماراس. هیئت دسته هندوستان چنین است. در دروازه رقم 13 سهیل، دیگر بازیگران رقم 19 سینک ارهیشک، رقم 2 بارلا نیکیل، رقم 6 یومهان بیکاش، رقم 4 پراوی، رقم 17 فانای لال رمتلوانگا، رقم 16 موهانان ویبین، رقم 22
شیوالدو رقمی 8 سینک کرو رقمی 18 ایمان محمد 11 سونی پرزیب سرمربی دسته موسو نحشد است و در ایتی دسته هندوستان باشد. تماشاگران عزیز سه تغییرات در آغاز نیمه دوم بازی انجام داده شد. در ایتی دسته قرقیزستان باشد تغییرات نیست. حالا باشد بیاید اکنون متوجه میشیم تماشاگران عزیز که آن بازیگرانی که از ایتی دسته هندوستان با میدان برآمدند آن بازیگران از کدام موقع ها بازی میکنند و آن بازیگران که ما آنها را البته برای شما آشنا نکردیم حالا برای شما آشنا کنیم که آنها کی هستند. بازیگر تحت رقم 10 از ایتی دسته هندوستان وارد میدان شد محمد سنان و او در میدان عوض کرد بازیگر تحت رقم 8 سینگ زینگوان را. اولین تغییراتی که انجام داده شد. بعداً بازیگر دومی که وارد میدان شد در آغاز نیمه دوم بازی از ایتی دسته هندوستان این بازیگر تحت رقم 5 بود دیپندو بیسواس که او در میدان عوض کرد بازیگر تحت رقم 2 پارلا نیکیل را و بازیگر سومی که وارد میدان شد این بازیگر تحت رقم 15 نیکسون مکارتون بود که در میدان عوض کرد بازیگر تحت رقم 16 مهنن ویبین را و همچنین یک بازیگر دیگر نیز از ایتی دسته هندوستان وارد میدان شده است. 4 تغییرات این بازیگر تحت رقم 9 ژوزف سونی در میدان عوض کرده است بازیگر تحت رقم 11 پرزیب ساندر را. 4 تغییرات در نیمه دوم بازی سرمربی دسته هندوستان در ایتی تیم خود انجام داد و اکنون میبینیم که تا کجا این تغییرات ها میتواند در بازی امروزه در نیمه دوم بازی مخصوصا به هندوستان کمک کند و یا به نتیجه بازی تاثیر خود را گذارد. در ایتی دسته قرقیزستان باشد تغییرات نیست تماشاگران عزیز. ضربه جریمه به فایده دسته هندوستان پرتاب به داخل جریمه‌گاه اجرا کرده می شود. اولین نشانه اینجا به تو میرسد بازیگر دسته قرقیزستان. کارت زرد از جیب داور بیرون کرده می شود. پس از همین قاعده بیرون کنه که بود اکنون کارت زرد میگیرد اینجا بیسواس دیپندو بازیگری که نوکک به میدان برآمد. با تو بند بازیگران دسته قرقیزستان با پاس کوتاه اکنون آنها کوشش کرده هستند که به نیمه میدانی دسته هندوستان گذرند و هجوم خود را راه اندازی نمایند. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان. بیاید متوجه میشیم به همین فرصت قاعده بازی ویران کرده شد و اینجا عبدالله دولتوف نیز صدای اشتکش را بلند میکند و از همین مسافه اکنون بازیگران دسته قرقیزستان ضربه جریمه را اجرا خواهند کرد. قاعده بازی رو بران کرد در همین فرصت فنای از ایتی دسته هندوستان.
باید متوجه بشیم که چگونه از همین فرصت استفاده میکنند بازیگران دسته قرقیزستان. در نزد توپ است ارسن شاشانبکوف. ضربه ارسن اینجا برطرف میکند دیواری دفاعی دسته هندوستان. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان. ضربه نیز اجرا کرده می شود و اینجا شیل پونیا دروازه‌بان دسته هندوستان ببینید که چگونه توپ را داشته میگیرد. بسیار خوب بازی میکند در همین فرصت دروازه‌بان دسته هندوستان. توسط کنار چپ هجوم دسته هندوستان اکنون راه اندازی کرده می شود. از اوت به بازی درآورده می شود. حالا از جانب بازیگران دسته هندوستان. و در همین فرصت درست‌تر پاس اجرا کرده نمی شود و به توپ هم رسیده نمی تواند ایمان محمد. تغییرات در هیئت دسته قرقیزستان نیز انجام داده می شود. دو بازیگر تحت رقم 18 و 19 وارد میدان می شوند. از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقم 20 مارلن مورزخماتوف با جای بازیگر تحت رقم 18 ژن شیبکوف با میدان می براید. همچنین بازیگر تحت رقم 9 نوربول پاکتیوبکوف نیز از میدان گرفته می شود و با جای بازیگر تحت رقم 19 نورسلطان توکتونالیف وارد میدان می شود. 4 تغییرات در هیئت هندوستان، 2 تغییرات در هیئت قرقیزستان الکی تا همین لحظه انجام داده شدند. و پاس کوتاه به پیش می روند بازیگران دسته قرقیزستان. بسیار خوب اینجا پاس به سمت ارمک موفق نمی شود. توپ را به خوبی بازیگران دسته هندوستان و قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود از جانب نورسلطان. در مبارزه برای دریافت توپ مقابل پانای قاعده بازی را ویران کرد. کارت زرد نشان داده می شود اینجا با میرلان بکبردینوف و همون بازیگری که قاعده بازی را ویران کرد. در این فرصت ببینید که نه نورسلطان بلکه میرلان که هر دو در یک پهلو بودند قاعده بازی را ویران کرده است. صدای شده که عبدالله دولتوف اینجا بلند می شود. قاعده بازی در همین موقع ویران شده است و حالا فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته هندوستان
که از همین وضعیت استانداردی استفاده کنند و باید متوجه میشیم که چگونه آن را اجرا میکنند. در رازی توپ از فنای پاس میدهد فنای. یک فرصت دیگر ضربه اجرا کرده می شود و سلطان چومایف توپ را داشته میگیرد. ببینید که چگونه یک بازیگزاری خوب کردند بازیگران دسته هندوستان از همین ضربه جریمه که بود و چگونه دروازه‌بان دسته قرقیزستان در همین گونه فرصت و فاول است می تواند که توپ را داشته بگیرد. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان. باید متوجه میشیم توسط کنار شبوجی دسته را اندازی کرده می شود. نورسلطان بسیار هم خوب پسی او و اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته هندوستان. هجوم نوبتی دسته قرقیزستان توسط کنار راستی میدان پورا در خط دفاع اکنون بازیگران دسته هندوستان. فرصت هست برای بازیگران دسته قرقیزستان. ببینید که چگونه یک حالت خوبی گلزنی به میان آمد اما اینجا موفق نمیشوند بازیگران دسته قرقیزستان. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان اما باز هم دیگر فهمی نیست و این نوبت کاپیتان دسته هندوستان می تواند که توپ را به همدسته خود برگرداند. حالا اکنون به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته هندوستان توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده می شود و باز هم اشتباه و اکنون این نوبت توپ را صاحب می شوند بازیگران دسته قرقیزستان. که در همین لحظه سرعت بازی شدید شده است. می‌بینیم که هم قرقیزستان هم هندوستان چگونه هجوم‌ها را جانبی دروازه یکدیگر را اندازی کرده استند.
ببینید که چگونه فرصت بود برای بازیگران دسته قرقیزستان و چگونه با پایغیج خود توانست استیفاگری دسته هندوستان همین فرصت را از بین برد. کوشش نوبتی بازیگران دسته قرقیزستان باز هم بدون نتیجه و باز هم اینجا میتواند که در همین فرصت دفاعگری دسته هندوستان توپ را در نزد پای حملهگران دسته قرقیزستان بیره باید. بسیار هم در خط حمله در همین لحظه فرصت های خوب پیدا شده است برای قرقیزها، اما میبینیم که آنها موفق نمیشوند. هجوم نوبتی دسته قرقیزستان باز هم بدون نتیجه، باز هم از دفاعگران دسته هندوستان نمیتوانند که توپ را گذرانند تا حالت گلزنی را برای خود مهیا کنند. بسیار هم در خط دفاع خوب بازی کرده است هندوستان. توپ را با نوبتی دسته قرقیزستان باید متوجه میشه. ارسن پاسی به کنار چپ به سمت نورسلطان. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته قرقیزستان. باید متوجه میشیم به همین امکاناتی که دارند و باز هم موفق می شود در همین گونه حالات دفاعگری دسته هندوستان که توپ را در نزد پای بازیگران دسته قرقیزستان بگیرد. بسیار فعال بازی کرده است دست همین دفاعگر، منظورم از تکچم اهیشک است. اگر چند فرصتی که بود دیدیم که محسو فعالانه توپ را گرفته است در نزد پای بازیگران دسته قرقیزستان. توسط کنار راست کوشش نوبتی بازیگران دسته قرقیزستان اکنون در همین لحظه بیشتر توپ را در اختیار خویش نگاه داشته، هجوم را پیوسته راه اندازی کرده استند و همین گونه هجوم‌های پای هم نیز میتواند در ادامه برای آنها شاید یک نتیجه بیارد. توسط کنار چپ نورسلطان پاسی به قفا به سمت ارمک بود. حالا تغییرات در حتی دسته هندوستان نیز انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 7 به میدان می براید. سهیل احمد و می بینیم که در میدان کرایی وضع می کند. اینجا سهیل احمد از حتی دسته هندوستان، بازیگر تحت رقم 9 از میدان گرفته می شود. جوزف سونی بازیگری که در آغاز قسم دوم به میدان برآمده بود دیگر بار او را سرمربی از میدان میگیرد و با جای شاید بازیگری دیگر را وارد میدان میکند. تغییرات در خط حمله انجام داده می شود.
حالا یکی از بازیگران دسته هندوستان اندک خوب خود را احساس نمیکند، یاری تیبی با او رسانیده می شود. بازیگر نام دارد بیسواس. تغییرات در حیاتی دسته قرقیزستان نیز انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 21 به میدان می براید. نوراسلام آرونتایف عوض میکند در میدان اربول عبدالجبارов را. بازیگر تحت رقم 24 بایبول ارمکوف باشد. اینجا عوض میکند در میدان بازیگر تحت رقم 8 مرلان بکبردینوف را. پنج تغییرات در هیئت هندوستان و 4 تغییرات در هیئت قرقیزستان در نیمه دوم انجام داده شدند، اما تا هنوز گل نیست. تا هنوز آن تغییراتی که مربی او انجام داده است نتیجه نمی‌آورد و تا هنوز نه قرقیزستان و نه هندوستان می‌توانند که به دروازه یکدیگر مشرف از گل شوند. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته هندوستان و اینجا اکنون حالت نوبازی است و این گلی که به ثمر رسانید حمله‌گری که نوکک به میدان برآمد سهیل احمد البته به این نوبت گرفته نمی‌شود. اندک در حالت نوبازی بود و همین خاطر گلی زده او به اعتبار گرفته نخواهد شد. با تو بند بازیگران دسته هندوستان کوشش نوبتی آنها بهره راه اندازی هجومی نوبتی. بیست دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی دوستانه میان منتخب المپیک قرقیزستان و هندوستان باقی مانده است. حساب تا هنوز در این بازی گشوده نشده است. کوشش که دارند بازیگران دسته قرقیزستان تا هنوز نتیجه نمیدهد. پس از بازی دوستانه اکنون منتخب قرقیزستان و هندوستان همچنین تماشابینان عزیز بازی خود را ماه سپتامبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب‌های تا 23 ساله ادامه میدهند و اونجا گفتیم که
منتخب قرقیزستان در یک گروه با دستای فلسطین، ازبکستان و شریلانکا بازی میکند. بازی روزهای 3، 6 و 9 سپتامبر برگزار میگردند و تنها یک دسته مستقیم راه خود را به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان منتخب المپی به دست میآورد که مسابقه در عربستان سعودی برگزار میگردد سال 2026 ماه ینور. و همچنین 4 دسته که در گروه های خود زینای دویم را اشغال میکنند با نتیجه بهتر این دسته نیز میتوانند که راه خود را به دست آورند. و ببینید که قرقیزستان بازی اول خود را با فلسطین دایر میکند که این بازی روز 3 سپتامبر برگزار میگردد. در نبرد خود دسته هندوستان باشد. تماشابینان عزیز، این دسته با تیم بحرین اولین بازی را دایر میکند روز 3 سپتامبر، بعدا روز 6 سپتامبر با قطر و 9 سپتامبر باشد با برونی. 3 بازی که دسته هندوستان در بازی انتخابی در مرحله گروهی جام آسیا 2026 انجام میده. سلطان شمایف دروازه‌بان دسته قرقیزستان در هیئت دسته عبدیش عطا هنرنمایی میکند. تا سال 2025 با همین دسته شرطنامه همکاری امضا کرده است و در این میان عبدالجباروف، بکبردینوف، براوژمن دیگر بازیگران نیز در هیئت دسته عبدیش عطا بازی میکنند. بازیگرانی که حالا در هیئت دسته قرقیزستان در دقیقه اول بازی را آغاز کرده بودند، آنها را در نظر دارم. همچنین نوربول پاختیوبکوف باشد. این بازیگر در هیئت دسته کرگیزکازالتن هنرنمایی میکند. میرلان بکبردینوف باشد در هیئت دوردوی هنرنمایی میکند. سعید دستیف در هیئت بارس با همراهی یرمک کنجبیبایف بازی میکند و بکتور کوچکنبایف باشد در هیئت تیم الدیر کورشاب هنرنمایی میکند. این همه دسته از خود کشور قرقیزستان هستند. مرلن مرزخمتوف باشد در هیئت اسیاگال بیشکک هنرنمایی میکند با همراهی شارشنبکوف. و آن بازیگرانی که از ذخیره به میدان برآمدند از هیئت دسته قرقیزستان، حالا من آنها را به شما خواهم گفت که در هیئت کدام دسته هنرنمایی میکنند. حالا بیاید به همین هجوم دسته هندوستان متوجه بشیم. امکانیت هست و اینجا ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته هندوستان. بازیگر تحت رقم 19 نورسلطان تاختانعلیف در هیئت مورس یونایتد بازی میکند در چمپیونات قرقیزستان. حالا بازیگر تحت رقم 11 وارد میدان میشود. اینجا سلیمان جومابکوف از هیئت دسته قرقیزستان. و من همه آن بازیگرانی که در هیئت قرقیزستان هستند در دسته های خود کشور قرقیزستان در لیگ‌های برتر و لیگ‌های یکم این کشور بازی میکنند. لیگانر دیده نمیشود در هیئت دسته قرقیزستان. در هیئت دسته هندوستان نیز چنین است. اکثر بازیگران این تیم نیز در چمپیونات داخلی خودی کشور هندوستان بازی میکنند. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی و خوری. حالا فرصت برای بازیگران دسته قرقیزستان هست، باید متوجه میشویم. هجوم هندوستان توسط کنار راست تا به آخر ادامه نمی‌یابد. شمایف تو برو از دروازه به بازی می‌درآورد.
برطرف میکنند دفاعگران دسته هندوستان. این هجومی که داشت دسته قرقیزستان. با پاس کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته قرقیزستان. باید متوجه میشیم به همین هجومی که راه اندازی کرده استودند بازیگران دسته قرقیزستان. بسیار خوب توسط کنار شب نورسلطان الله با توپ است. ارسلان با قفا پاس میدهد. و ببینید که اینجا چگونه توپ را داشته میگیرد. دروازه‌بان دسته هندوستان شیل. فرصت بود برای نورسلطان اما موفق نگردید. لازمه بردارد یکی از بازیگران دسته هندوستان. این بازیگر فرامویر است و اشاره می شود که باید بس کرده شود و بازی را ادامه داده نمی تواند. اما ببینیم که کی به جای فرامویر به میدان می براید. و جای بازیگر تحت رقم 20 به میدان میبرد صحیف محمد دفاعگر. و طور اجباری بس کرده می شود فرامویر. دهه آخری بازی نیز شروع می شود. تماشاگران عزیز 10 دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی بازی باقی مانده است میان منتخب‌های المپی قرقیزستان و هندوستان. هندوستان الکی یک بازی دوستانه داشت با تاجیکستان که با حساب 3-2 شکست خورد. 3 روز پیش قرقیزستان با شد اولین بازی را برگزار کرده است و همکنون روز 24 با دسته المپی تاجیکستان در همین ورزشگاه بازی میکنند بازیگران دسته قرقیزستان. توپ را داشته میگیرد اینجا شیل دروازه‌بان دسته هندوستان.
زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته هندوستان. فرصت هم هست برای بازیگران دسته هندوستان چون که شماره آنها از دفاعگران دسته قرقیزستان بیشتر از ضربه اجرا کرده میشود و سلطان چمایف باز هم سیف عالی انجام میدهد و میتواند که این حمله دسته هندوستان و این ضربه که بود آن را برطرف کند. از دروازه توپ را به بازی می‌دارد شیل دروازه‌بان دسته هندوستان. کاپیتان دسته قرقیزستان از توپ را به بازی می‌دارد. بسیار خوب با پاس کوتاه به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته قرقیزستان و نمی‌توانند در همین گونه هجومی که راه اندازی می‌کنند از خط دفاعی دسته هندوستان گذرند. واقعا هم امروز خط دفاعی دسته هندوستان بسیار یک بازی خوب نشان داده است و دیدیم که در یک چند حالتی که امکانات خوبی گلزنی بود برای دسته قرقیزستان آنها رو برطرف کنند. در نوبت خود دروازه‌بان دسته هندوستان بسیار هم کارنامه خوب داشت، یک چند فرصت رو برطرف کرد و از سایت قرقیزستان باشد ما هنرنمای شایسته دروازه‌بان این تیم رو وصل میکنیم چون که مس سیف اولیو بود که بازیگران هندوستان در یک چند امکانات خوبی گلزنی نتوانستند که مشرف به زدن گل شوند. در نوبت خود هندوستانی یک گل نیز زدند که اونجا لاتینو بازی بود، گلی که سهیل زد و به این ترتیب آن گل به حساب گرفته نشد. چهار دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقتی اساسی بازی دوستانه میان منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان که در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار جریان دارد. تغییرات نوبتی در هیئت هندوستان، بازیگر تحت رقم 21 به میدان میبرد و از میدان گرفته می شود. اینجا ایمان محمد به جای باشد وارد میدان می شود وینیز ونکاتش. لکه این هفتمین تغییرات در هیئت دسته هندوستان در بخور امروز است. کوشش نوبتی بازیگران دسته قرقیزستان بدون نتیجه است. فشار می‌آورند بازیگران دسته قرقیزستان. پرتاب با خط حمله
و برطرف میکنن اکنون دفاعگران دسته هندوستان. ببینید که در خط دفاع بسیار هم امروز در دسته هندوستان مخصوصا در قسم دوم فاولانه بازی کرده است. سینگ تکچم هم در کنار چپ هم در کنار راست ما فاولی او را دیده استیم. حالا توسط کنار چپ هجومی جوابی دسته هندوستان است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، توپ راست به دست سلطان چومایف می آید. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است و صورت بازی باز هم اینجا بلندتر می شود. هر دو دسته اکنون می خواهند که امروز با مساوی بازی را به انجام نرسانند و یکی از آنها البته پیروزی به دست آورد. اما می‌بینیم که تا کجا در این دقیقه باقی مانده موفق می‌شوند بازیگران دسته منتخب المپیک قرقیزستان و هندوستان. بالا هجوم دسته قرقیزستان توسط کنار راست میدان. بسیار هم خوب. کاپیتان دسته ضربه او و توپ را داشته می‌گیرد اینجا شیل. یادآور میشم تماشابینان عزیز که قبلا منتخب‌های قرقیزستان و هندوستان یک بازی داشتند سال 2021 در دوری سوم مرحله انتخابی جام آسیا 2021 که اونجا بازی این دو دسته با حساب 0-0 بدون گل خاتمه یافته بود. و حالا نیز اکنون می‌بینیم که در بازی دوستانه که پس از 4 سال این دو منتخب برگزار کرده هستند اینجا نیز بازی دسته بدون گل 0-0 در حال انجام یابی است. و گفتم که برگزاری این واخوری دوستانه که در کشور ما برگزار شده است میان 3 کشور قرقیزستان، هندوستان و تاجیکستان این یک مرحله آمادگی به بازی انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب المپی محسوب می شود که ماه سپتامبر بازی انتخابی برگزار می شوند و بعدا ماه ینوری سال 2026 یعنی پس از 3 ماه دسته ها در کشور عربستان سعودی آنجا بازی ها را برگزار خواهند کرد در قسم نهایی جام آسیا 2026. پنج دقیقه به وقت اساسی بازی زم میکند عبدالله دولتوف گرچه که در قسم اول یگان دقیقه زم نشده بود. الکی بیش از 1.5 دقیقه پسی سر شد. هجوم دسته هندوستان توسط کنار چپ با توپ است در این موقع سهیل احمد پرتابی به داخل جریمه‌گاه برطرف میکند دفاعگری دسته قرقیزستان و زود اکنون قرقیزها باز کوشش میکنند که به هجوم جوابی گذارند و اینجا نزدیک بود که اشتباه کند بازیگری دسته قرقیزستان بیمیورزه. توسط کنار راست هجوم دسته قرقیزستان اکنون اینجا رو اندازی کرده می شود. بیاید متوجه میشیم به همین فرصتی که دارند بازیگران قرقیزستان که باز هم برطرف کرده می شود از جانب خط دفاعی هندوستان. یادآور میشیم تماشابینان عزیز که پس از
3 روز یعنی روز 24 ایون ساعت 20 منتخب‌های المپیک تاجیکستان و قرقیزستان بازی دوستانه دیگر را انجام میدن. کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. با تو بس حالا اینجا ارمک، ارسلان، بسیارم خوب، نورسلطان، پسی با ارمک، فرصت برای بازیگران لسه قرقیزستان. در بازی با تاجیکستان ما دیدیم که هندوستان در وقت ایلوه شده توانست که 2 توپ از داخل دروازه گیرد و اونجا بازی رو از تیم ما باز زد. و با این ترتیب حالا قرقیزستان نیست چون این فشارهای پای همراه راه اندازی کرده ایستاده است که تواند در وقت اعلام نموده داور به وقت اساسی بازی توپ را به دروازه دسته هندوستان روان کند. اما تا کجا موفق می شود حالا وقت نشان خواهد داد. البته نه چندان وقت زیاد چون که ثانیه‌ای به شمار باقی مانده است. و به نظر می رسد که بازی میان منتخب‌های المپیک قرقیزستان و هندوستان بدون گل 0-0 خاتمه می‌یابد. تمام. عبدالله دولتوف صدای شکش را از انجام بازی دوستانه میان منتخب المپیک قرقیزستان و هندوستان بلند میکند. بازی بدون گل 0-0 خاتمه یافت. اکنون روز 24 قرقیزستان با دسته تاجیکستان در همین ورزشگاه بازی میکند. هندوستان باشد پس از باخت از تاجیکستان این نبرد با قرقیزستان مساوی کرد و با این ترتیب ما در همینجا در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار گزارش مستقیمش را به انجام میرسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال ببینید. خیر.